20 ایول نتیجه های امتحان های مرکزانیده داخلشوی به مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان در سال 2022 اعلام کرده شدند. داوطلبانی که طبق نتیجه های EMD موفق گردیده و به آزمون تقسیمات رو یافتند 25 ایول دانشجو گردیدن یا نگردیدن آنها معین کرده می شود. مرکز مطبوعات مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر داد که معلومات مفصل درباره نتیجه امتحان سپاری هر داوطلب در کابینت انفرادیش جایگیر کرده شده. اینچنین به تلفن های موبیلی هر داوطلب که رقم آن در ورقه به قیدگیریش در میدان تلفن موبیلی قید گردیده است پیامک رایگان با معلومات مختصر فرستاده شد. طبق ترتیبات مقرر کرده حکومت جمهوری تاجیکستان داوطلبانی که حال گزارش را از یک یا یک چند سوبیکت قسم A و یا قسم B یا AB9 صاحب نمیگردند حقوق اشتراک کردن در تقسیمات از روی اختصاص‌هایی که سپردن این قسم‌ها را طلب می‌کند ندارند. معلومات مفصل درباره نتیجه‌های در امتحان‌ها به دست آورده هر داوطلب با نشان دادن خال، بال یا امتیاز و یا کوفیشنت و معلومات درباره صاحب شدن یا نشدن داوطلب به خال‌های گزارش از سوبیکت‌های قسم داخلدار A یا B، قسم‌های و یا G1 و یا G2، اینچنین راه یافتن یا نیافتن او به آزمون تقسیمات در کابینت انفرادیش گذاشته شده است. یادآور می‌شویم که موافق ترتیب مقرر کرده حکومت جمهوری تاجیکستان به هر داوطلب حقوق دادن عریضه اپلیاسیونی درباره نوروزی بودن از خال‌های به امتحان‌های او گذاشته شده داده شده است. معلومات مفصل را از سامانه مرکز دسترس کردن ممکن است. به داوطلبانی که از امتحان نگذشتند این امکان نیز داده می شود که در صورت ناروزگی از خال‌های گرفتهشان به مسئولان مرکز ملی تستی مراجعت کنند.